یه سوالات چالشی از مبحث اعداد نمایی و حالا رادیکالی رو با هم دیگه بررسی. سوال اول اینجا ببینیم چی گفته. گفته x و y اعداد تام هستن. رادیکال 3 ضرب در x منهای 3y مساوی با x به اضافه y منهای 24. با در نظر داشته اینا x منهای y چی میشه؟ خب بچه اولین نکته‌ای که ما داریم گفتیم x و y مون تام هستن. وقتی که x و y تام باشه یک عدد تام ضرب در یک عدد حالا رادیکالی یک عدد رادیکالی به دست میاد و اینجا هم سه تا عدد تام داریم. خب این طرف یک عدد رادیکالی این طرف یک عدد تام نمیشه، پس هر دو طرف رو مساوی با صفر قرار میدیم چون فقط در این صورت میتونن دو طرف مساوی بشن. پس رادیکال 3 ضرب در چی شده؟ ضرب در صفر شده. پس میگیم چی؟ x منهای 3y مون مساوی با صفره. این طرف هم چی داریم؟ x به اضافه y منهای 24 رو داریم که میشه صفر. از اینجا x مون مساوی با 3y میشه. خب x رو جاش 3y بذاریم، 3y به اضافه y مون 24 هم بیاریم این طرف میشه 24. اینجا 4 تا y داریم مساوی با 24. از اینجا y مون میشه 24 به روی 4 که میشه 6. از ما چی رو پرسیده بود؟ x منهای y رو پرسیده بود. x مون 3y 3 ضرب در 6 مون 18 منهای y مون که 6 میشه 12 گزینه دی. این سوال ببینیم چی گفته. گفته n مون جزو اعداد مثبت حالا تام هست. آیا مساوی با 10 به توان n منهای 1. گفته آیا به توان 2 مون مجموع ارقامش چی میشه؟ خب اول آیا به توان 2 رو به دست میاریم، میگیم چی؟ آ دوممون مساوی با 10 به توان n منهای 1 به توان 2. از اینجا آ دوممون چی میشه؟ اولی به توان 2 منهای 2 تای اولی ضرب در دومی به اضافه دومی به توان 2. خب از اینجا آ دوممون چی میشه؟ 10 به توان 2n منهای 2 ضرب در 10 به توان n به اضافه 1. خب اینو بازتر اینجا بنویسیم چی میشه؟ آیمون مساویه با 10 به توان 2n منهای 10 به توان n، البته 2 منهای 2 ضرب در 10 به توان n به اضافه 1. خب اینا رو باز کنیم چیه؟ 10 به توان 2 اینمون چیه؟ 1 0 0 0 همینطوری ادامه پیدا میکنه. چند تا صفر داره؟ به تعداد 2n صفر داره. بعدی منهای 10 به توان n. خب اینجا 1 2 فقط حالا در بزرگترین رقمش ضرب میشه، مثلا اینجا 1 بود ولی توی این رقم آخرش میشه 2، بقیهش هم 0 0 0 میشه که اینجا هم به تعداد n تا صفر داریم. بعدی چی؟ بعدش هم به اضافه 1. خب اینجا چی کار میکنیم؟ ما اینجا توی رقم اینجا n تا صفر داشتیم دیگه، درسته؟ پس 2 اینجا چیه؟ رقم n به اضافه 1 هست. خب اگه بخوایم از 10 به توان 2n این دومی رو کم کنیم چی میشه؟ خب از اینجا که این صفر هست اینجا 9 9 9 میشه رقم 2n مون که اینجا هست، این رقم 2n مون هست دیگه. همینطوری میره چی؟ تا رقم n به اضافه 1 که 2 هست چی میشه؟ 8 میشه دیگه. بعدیش چی؟ بعدیش هم میشه 0 0 0 0 الا رقم اول که اینجا به اضافه 1 داریم. اینجا هم شد 1. حالا از ما پرسیده بود مجموع ارقام این چی میشه؟ خب اینو بزرگتر اینجا بنویسم. بعدیش هم 0 0 0 تا 1. این یک عدد چیه؟ یک عدد 2n رقمی هست. خب ما میدونستیم قبل 8 که اینجا حالا اینجا رقم n به اضافه 1 مون بود، اینجا ما n تا رقم داشتیم، اینجا هم پس n تا رقم داریم. چون از بین n رقم اینجا فقط یکیش 8 هست، پس میگیم چی؟ 9 ضرب در n منهای 1 به اضافه 1. یه دونه هم 8 داریم به اضافه یه دونه هم 1 داریم، پس میگیم چی؟ 9n منهای 9 به اضافه 8 به اضافه 1 مون هم میشه 9. این دوتا خط میخوره نتیجهش میشه 9n گزینه ای. بریم سراغ سوال بعد. سوال 3 یک سوال خیلی ساده است. گفته اگه ما داشته باشیم 16 به اضافه 7 ضرب 16 به توان 2 به اضافه 17 به توان 2 مساوی با 17 به توان 4 منهای 2x، اگه یک همچین افاده داشته باشیم x مون چند میشه؟
خب بچه اول دقت کنین، ما اینجا 16 به اضافه 17 رو داریم. ما اگه اینجا یک 17 منهای 16 رو ضرب کنیم چی میشه؟ ضرب این دوتا کنیم نتیجهش میشه چی؟ 17 به توان 2 منهای 16 به توان 2. خب 17 منهای 16 هم که خودش یک هست، اگه هر دو طرف رو یک ضرب در یک کنیم هیچ فرقی نمیاد. خب اینجا رو فکر کنید ضرب در یک کردیم چی شد؟ 17 به توان 2 منهای 16 به توان 2 شد. ضرب در 17 به توان 2 به اضافه 16 به توان 2 مساوی با 17 به توان 4 منهای 2 به توان x. خب اینجا هم دوباره چی داریم؟ آ منهای بی، آ به اضافه بی داریم. چی میشه؟ اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2 مساوی با 17 به توان 4 منهای 2 به توان x. خب این چیه؟ این میشه 17 به توان 4 منهای 16 به توان 4 مساوی با 17 به توان 4 منهای 2 به توان x. این دوتا خط میخورن. 16 هم چیه دیگه؟ 2 به توان 4 هست. خب کل به توان 4 منفیان با هم دیگه خط میخورن مساوی با 2 به توان x. از اینجا x مون چیه؟ 4 ضرب در 4 میشه 16 که مساوی با x مون. پس x مون میشه 16 گزینه آ. توی این تیپ از سوالات وقتی که حالا دو تا عدد حالا رادیکالی بهتون داده بود که حالا دقت اگه کنین ارقام داخلش حالا شبیه هم هستن، همیشه اینا رو این افاده رو به توان 2 بلند ببرین و از کل حالا افاده یک رادیکال دوم بگیرید. خب چون اینجا اعدادمون خیلی بزرگه ما میتونیم این اعداد رو با آ مثلا حالا تعویض کنیم. میگیم چی؟ 1006 مون میشه آ، 2011 میشه چی؟ 2011 مونم میشه 2 ضرب در آ منهای 1. خب اینا رو تعویض کنیم چیه؟ در واقع رادیکال آ به اضافه رادیکال 2 آی منهای 1 داریم منهای آ منهای رادیکال 2 آی منهای 1. خب گفتیم چی؟ اول اینا رو به توان 2 بالا میبریم. چی میشه؟ اولی به توان 2 که میشه، خب این اولی به توان 2 کنیم چی میمونه؟ فقط میمونه آ به اضافه رادیکال 2 آی منهای 1. بعدش چی؟ بعد گفتیم چی؟ منهای 2 ضرب در اولی ضرب در دومی. خب اولیمون اینجاست، دومیمون هم اینجاست. دقت کنید این دوتا مزدوج هم هستن. پس میگیم چی؟ رادیکال اولی به توان 2 دومی هم که رادیکال 2 آی منهای 1. میگیم اولی به توان 2 منهای رادیکال 2 آ منهای 1 به توان 2 به اضافه چی؟ دومی به توان 2. دومیمون کل این افاده رادیکال آ منهای رادیکال 2 آی منهای 1 میشه که با رادیکال خط میخوره میمونه چی؟ آ منهای رادیکال 2 آی منهای 1. خب از اینجا ما یه دونه آ اینجا داریم یه دونه هم آ اینجا. میگیم چی؟ 2 آ. خب اینجا مثبت داریم اینجا منها، این دوتا با هم دیگه خط میخورن. خب این وسط هم منهای 2 ضرب. خب اینم با این رادیکال خط میخوره میمونه چی؟ رادیکال آی به توان 2 منهای 2 آ به اضافه 1. این چیه؟ این آی منهای 1 به توان 2 هست دیگه. پس این دو هم با این رادیکال خط میخوره میمونه چی؟ منهای 2 ضرب در آی منهای 1. خب این چی میشه؟ میشه 2 آ منهای 2 آ به اضافه 2 مساویه با این دوتا هم خط میخورن. اینجا شد 2. پس در واقع این افاده ای که اینو به توان 2 بلند بردیم چی شد؟ شد 2. ما گفتیم چی؟ آخر سر یک رادیکال هم باز بگیریم. پس رادیکال اینم بگیریم چی میشه؟ نتیجهش میشه رادیکال 2 گزینه B. این تیپ سوالات رو همیشه بچه‌ها به توان 2 بلند ببرین آخر سر یک رادیکال ازش بگیریم. این تیپ سوالات رو همیشه بچه‌ها به توان 2 بلند ببرین آخر سر یک رادیکال ازش بگیریم. سوالات رو همیشه بچه‌ها به توان 2 بلند ببرین آخر سر یک رادیکال ازش بگیریم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 5 گفته چی؟ آیمون مساوی با یه همچین عددی. گفته اگه کای ضرب در آیمون ام به توان 3 باشه، گفته با در نظر داشته این کایمون یک عدد تام مثبت هست، کوچکترین قیمتی که ام میتونه بگیره چی هست؟ بچه اول خود این عدد رو بخوایم جدا جدا بنویسیم. آیمون چی میشه در واقع؟ آیمون مساوی با 3. خب اینو جدا می نویسیم اینو جدا می نویسیم
حالا اینو جدا به این صورت میگیم چی؟ 3 چند تا صفر داره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. میگیم چی؟ 3 ضرب در 10 به توان 11 به اضافه چی میشه؟ 9 ضرب در چند تا صفر داره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 ضرب در 10 به توان 8 به اضافه بعدیمون چیه؟ 9 هست. چند تا صفر داره؟ 1 2 3 4 5. 9 ضرب در 10 به توان 5 به اضافه آخری هم 3 هست. 3 ضرب در 10 به توان 2. خب اول اینکه بین همه اینا چی مشترکه؟ 3 ضرب در 10 به توان 2 مشترک. پس مشترک رو اگه جدا کنیم چی میشه؟ 3 ضرب در 10 به توان 2. 3 ضرب در 10 به توان 2 رو اشتراک گرفتیم. اولی چی میشه؟ 10 به توان 9 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 2 از اینجا کم شه میشه 6 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 5 منهای 2 هم میشه 3 به اضافه 1. اینجا چی داریم الان؟ 3 ضرب در 10 به توان 2 داریم. اینجا هم 10 به توان 2 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 6 3 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 1. بچه‌ها اگه یادتون باشه ما گفته بودیم اگه آی به اضافه 1 به توان 3 بلند ببریم چی میشه؟ میشه آ سوم به اضافه 3 ضرب در آ دوم به اضافه 3 ضرب در آی به اضافه 1. خب اینجا آیمون چیه؟ اگه دقت کنید 10 به توان 3 آیمون هست. اینجا چی داریم؟ 10 به توان 3 رو داریم به توان 3 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 3 به توان 2 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 1. پس در واقع آیمون چیه؟ آیمون میشه 3 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 1 به توان 3. خب ما چی گفتیم؟ کای ضرب در آیمون میشه m به توان 3. گفته کوچکترین قیمته که حالا m میتونه بگیره چنده؟ پس میگیم چی؟ کا ضرب در آیمون میشه چی؟ m به توان 3. خب ما در واقع وقتی که هر دو طرف رادیکال 3 شو میگیریم باز یک عدد ثابت بهمون بده. پس m مون در واقع مساوی با رادیکال سوم کای ضرب در آ. خب اگه از آ یک رادیکال سوم بگیریم 10 به توان 3 به اضافه 1 میاد بیرون. پس در واقع آیمون ضرب در یک عددی باز بشه که اینا رو ما تبدیل به یک مکعب کنیم. پس چی نیاز داریم در واقع؟ 3 باز 3 مکعب بشه ضرب در 10 به توان 2 هم 10 به توان 3 باز بشه. پس اینو تقسیم این افاده میکنیم تا ببینیم چی نیاز داریم. این چی؟ 3 ضرب در 10 به توان 2. خب این با این خط میخوره 3 به توان 2 میمونه. اینم با این ضرب در 10 میمونه. در واقع کایمون چی بوده؟ 3 به توان 2 ضرب در 10 که میشه 9 ضرب در 10 90. خب کایمون این شد. از ما چی رو پرسیده دیگه؟ از ما m رو پرسیده. خب mمون چی بود؟ mمون بود رادیکال سوم کای ضرب در آ. از اینجا گفتیم که چیه؟ آیون میشه 3 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 1. خب کایمون هم چی بود؟ کایمون هم 90 بود. از اینجا mمون مساوی با 3 ضرب در 10 ضرب در چی؟ 10 به توان 3 به اضافه 1. این هم میشه 30 ضرب در این میشه 1001. 30 ضرب در 1001 مونم از اینجا m میشه 30030. گزینه ای. ببینیم این سوال چی گفته. آیمون یک عدد 8 رقمیه که حالا همش 4. بیمون هم یک عدد 4 رقمیه که همش 8. گفته با در نظر داشته اینا رادیکال آی منهای بی رو مجموعه ارقامش چی میشه. اول بچه بریم ببینیم چی بین آ و بی اشتراکه. اونا رو اول جدا کن. خب اگه اینجا دقت کنیم ما میتونیم بی رو چی بنویسیم؟ 2 ضرب در 4444. خب اینجا هم 2 تا 4444 داریم. پس اول میگیم چی؟ آ تقسیم 4444 چی میشه؟ آ تقسیم 4444 میشه چی؟ 1 0 0 0 1. خب از اینجا چی شد؟ آیمون شد 1001 ضرب در
10,001 ضرب در چی؟ ضرب در 4444. خب از اینجا 444444 میگیم کا، پس آیمون میشه 10,001 تا کا، بیمون هم چی میشه؟ بیمون 2 میشه. خب ما آی منهای بی رو نیاز داریم، پس میگیم چی؟ رادیکال آیمون 10,001 تا کا منهای چی؟ منهای 2 از اینجا کا رو اشتراک بگیریم چی میشه؟ کا رو اشتراک بگیریم 10,001 منهای 2 میشه که میشه 9,999. خب از اینجا اگه از 9,999 هم 9 رو اشتراک بگیریم چی میشه؟ 9 ضرب در 1,111. کایمون هم چی بود؟ کایمون هم 4 ضرب در 1,111 بود دیگه. پس از اینجا چی میشه؟ 4 ضرب در 9 ضرب در 1,111 به توان 2. 4 خب رادیکال این چی میشه؟ 4 هم میشه 2 به توان 2، 9 هم میشه 3 به توان 2، این هم به توان 2 که میشه 1,111. 2 ضرب در 3 6، 6 ضرب در 1,111 این هم میشه 6,666. از ما چی رو پرسیده بود؟ مجموعه ارقامش رو پرسیده بود. 4 تا 6 داریم دیگه، میگیم 4 ضرب در 6 میشه 24 گزینه سی. سال بعدی گفته آی اون مساوی با رادیکال سوم 3 منهای رادیکال 17 به اضافه رادیکال سوم 3 به اضافه رادیکال 17. گفته آی به توان 3 به اضافه 6 آیمون میشه چی؟ خب بچه اول به این دقت کنین که داخل این دوتا چی هن؟ مزدوج هم هستن. اگه داخل n اینو m بگیریم، داخل اینو m، در واقع n ضرب در m مون چی میشه؟ میشه 3 به توان 2 که میشه 9 منهای رادیکال 17 به توان 2 که میشه 17. پس n ضرب در m مون چی میشه؟ 9 منهای 17 که میشه منهای 8. خب بعدی چیه؟ بعدی این که آیمون هم چیه؟ رادیکال سوم m به اضافه رادیکال سوم n هست. ما اینجا هم چی داریم؟ آی به توان 3 به اضافه 6 داریم. میگیم چی؟ آی به توان 3 مون مساویه با اولی به توان 3، در واقع رادیکال سوم m به توان 3 به اضافه 3 ضرب در رادیکال سوم m به توان 2 ضرب در رادیکال سوم m به اضافه 3 ضرب در رادیکال سوم m ضرب در رادیکال سوم n به توان 2 به اضافه رادیکال سوم n به توان 3. خب از اینجا میگیم آی به توان 3 مون مساوی با این خط میخوره، در واقع میمونه m به اضافه 3 ضرب در، خب اینو به این صورت می نویسیم که اولی ضرب در، خب ضرب این دوتا هم به این صورت می نویسیم m ضرب در n به اضافه 3 ضرب در این بار رادیکال سوم m ضرب در n میگیم ضرب در رادیکال سوم n به اضافه اینم با این خط میخوره، فقط میمونه n. از اینجا ما گفتیم چی؟ آی به توان 3 مون مساوی با m ضرب در 3. خب این دوتا رو هم گفتیم که ضربشون میشه منهای 8، رادیکال سوم منهای 8 میشه منهای 2. در واقع اینجا هم چی داریم؟ منهای 2 ضرب در 3 منهای 6 تا رادیکال سوم m داریم به اضافه، خب اینجا هم دوباره منهای 8 داریم ضرب در منهای 8 داریم رادیکال سومش میشه منهای 2، منهای 2 ضرب در 3 مونم میشه منهای 6 تا رادیکال سوم n به اضافه n. از اینجا چی میشه نتیجهش؟ خب اینجا چی شد؟ m به اضافه n داریم، منهای 6 هم از هر دو این دوتا اشتراک بگیریم میشه منهای 6 ضرب در رادیکال سوم m به اضافه رادیکال سوم n. خب که این دوتا مساویه با چی؟ خب که حالا کل این افاده شد آ سوم. خب به اضافه 6 اگه کنیم 6 آیمون هم چیه؟ در واقع 6 ضرب در رادیکال سوم m به اضافه رادیکال سوم n هست. این دوتا با همدیگه خط میخوره، پس در واقع نتیجه آی به توان 3 به اضافه 6 آیمون میشه چی؟ میشه m به اضافه n. خب m مون چی بود؟ 3 منهای رادیکال 17 بود، n مونم 3 به اضافه رادیکال 17 بود. این دوتا با هم دیگه خط میخورن، در واقع آی به توان 3 به اضافه 6 آیمون میشه 6 گزینه این.
سوال بعدی یک سوال خیلی جالبه. گفته چی؟ x به اضافه 1 به توان x به اضافه 1 حالا همینطوری ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت مساوی با 4. x مون کدوم که از گزینه‌های زیر میتونه باشه؟ خب اگر کل این افاده 4 باشه پس در واقع اینطوری هم میتونیم بگیم که x به اضافه 1 به توان حالا x به اضافه 1 به توان x به اضافه 1 همینطوری ادامه پیدا میکنه دیگه، درسته؟ مساوی با 4 باشه پس خود این قسمت هم مساوی با 4. پس در واقع x به اضافه 1 مون به توان 4 مساوی با 4 هست. خب هر دو طرف رادیکال 4 رو بگیریم x به اضافه 1 مون میشه رادیکال 4 هم دیگه 2 به توان 2 هست که میشه رادیکال 2. پس از اینجا x به اضافه 1 مون مساوی با رادیکال 2، از اینجا x مون میشه رادیکال 2 منهای 1 گزینه ای.